سلام، اومدیم با یک انرژی خانی برای آقایون ب. خب ببینیم که آقایونی که مثل بهنام چی دارن. ببینید آقایونی که توی اسمشون ب هست، یه سری قراردادها دارن امضا میکنن و یه سری مشکلات مالی براشون داره پیش میاد. این مشکلات مالی باعث شده که اینا یه خورده تنبل بشن توی یه سری مسائلی که بخوان رفع کنن مشکلات مالیشونو و فقط خیال پردازی دارن میکنن. انگاری که خیال پردازیشون بابت چیه؟ حالا من بشه، حالا نشه، حالا چی کار بکنم، حالا مثلا الانو مثلا ای باشه تا ببینیم بعدن چطور میشه. روی یه سرمایه گذاری مثل حالت طلایی، مثل حالت نقره‌ای چیز شما بخوای بخری بفروشی فعلا روش صبر بکن. آقایون یک رابطه‌ای داری شما که یک نفر سومی توش وجود داره. آقای ب نگاه بکن چیشاش، ببین چیشاش دراد ایشالله. یک نفر سومی هست یا وارد رابطه‌ای میشین شما که نفر سومی هستش و این نفر سوم متوجه رابطه شما میشه و به مشکل میخورین. پس حواستون رو جمع کنین. اگر کاتی داشتین 100% آشتی براتون هست و خوشحالی روی رابطه. اگر هم کاتی یا حالا جدایی یا هر چیزی نداشتین، بدونین رابطتون اگر به چالش هم خورده باشه این رابطه درست میشه و اونجوری که میخواین پیش میره. بفرستین برای کسایی که ب اول اسمشون داره. آقایون محترم بهروز، بهنام، چون بقیهش بنویس اسما یادم نمیاد. اگه خودت هم نداری یه لایکی بکن، حمایتی بکن که منم انرژی داشته باشم. حروف اول اسمیتم برای من کامنت بکن که نفر بعدی تو باشی. بای بای.